9 دستگاه جدید دیالیز از سوی کشور امارات متحده عربی با حضور وزیر اطلاعات فرهنگ کشور و والی هرات به شفاخانه حوزوی تحویل داده شد. وزیر اطلاعات فرهنگ کشور در جریان تحویل این دستگاه‌ها با اشاره به ساخت خانه برای سیلاب زدگان بغلان، غور و هرات از سوی امارات متحده عربی از همکاری این کشور ابراز قدردانی نمود. چې موږ خپل د دې نه تشکرې کوو په دا کې بیا موږ غواړو چې نور هم دغه شي هغه مستحقینو کوم ځایونه چې به موږ دلالت ورته کوو، موږ به ځایونه وښیو او د دې نه خواهش چې خپل کومکونه نور هم زیات کړي او دوی وعده کړي چې نور به ان شاء الله دغه ټول پروګرامونه چې دي یعنی تدریجی دي پس او کس کوم زیادت راوړو ان شاء الله. وزیر اطلاعات فرهنگ کشور میگوید که امارت اسلامی نیز همکاری و تلاش همه‌جانبه ای را در راستای اجرای پروژه های این کشور در افغانستان انجام داده است. در این حال والی هرات ضمن قدردانی از همکاری این کشور اظهار داشت که با اهدای این دستگاه ها تسهیلات خوبی برای مریضان در شفاخانه حوزوی فراهم شده است. وستشوی ورده بس شفاخانه و صحت عامه محترم ولایت هرات تحویل میشه که بار بسیار سنگین را از دوش صحت عامه خواهد برداشت. معاون صحت عامه هرات نیز میگوید که به خاطر کمبود دستگاه‌های کافی در بخش دیالیز با مشکلات زیادی در شفاخانه حوزوی هرات مواجه بودند. با آمدن از این نوع دستگاه امیدوار هستیم که در قسمت ارائه خدمات فیلتر کلیه در مریضا یک سهولت قابل ملاحظه به عاید شفاخانه حوزوی هرات بشه. از سوی هم رئیس شفاخانه حوزوی هرات میگوید که از 7 دستگاه موجود در این شفاخانه ماهانه 500 نفر دیالیز میشد و با فعال شدن دستگاه‌های جدید این رقم به 800 نفر افزایش خواهد یافت. که این دستگاه‌های جدیدی که اینجا فی الحال آمده تقریبا مشکل 80% مشکل مریضا به حساب رفع میشه. گفتنی است که شفاخانه حوزوی هرات بزرگترین شفاخانه دولتی در حوزه غرب کشور بوده و به خاطر مراجعه زیاد از ولایات گاهن با کمبود امکانات مواجه می شود.